عید در کوهپایه‌های بدخشان. سلام به شما مردم افغانستان از منطقه زیبای شیوه بدخشان، از منطقه دوردست. محمد علی کوزاد یکی از مورخین بسیار بزرگ افغانستان یک رساله داره. در اون نوشته میگه که برای اولین بار اسب بالدار در بدخشان دیدن. شیوه خو قبلا نمیجا در وقت ظاهرشاه بگم یا بعد از اون اینجا بعضی بزرگا و کلانای بدخشان اینجا بزکشی میگرفتن. نمی سفره که اینجا هوا رسک در تمام خانه بدخشان هوا رسک. ایده برای همه مردم مسلمان های دنیا، خصوصا برای مردم افغانستان یک روز خوب و خوشی باشه. یک بدخشان لال و یک دریاگهر. بدخشان رسم و رواج‌های تقریبا خودی را داره. آیا برادری در میدان رقابت هم باید رعایت شود؟ خیلی برادرها بود، خیلی بازورش نام بردن دیگه پیش ما. ویژه برنامه عید در کوهپایه‌های بدخشان، سوم عید ساعت 8 شب از میلی سپورت.